روش درست تصویرسازی ذهنی چیه؟ انیشتین گفته که تو این دنیا تخیل همه چیزه. ما از طریق تصویرسازی میتونیم به تمام اهداف خودمون برسیم. فقط اینکه این تصویرسازی شامل 4 بخش اصلی میشه. اولین بخشش تکرار هست. تو اون موفقیت و هدف خودت رو باید مدام تکرار کنی توی ذهنت. دومین بخش در واقع زمان نگه داشتن اون تصویر توی ذهنت هستش. سومین بخش وضوح اون تصویر هست. هر وقت تصویر هدفت رو توی ذهنت تجسم میکنی، بعدش باید زمانش رو طولانی کنی. سومین بخش وضوح هست. هر چقدر وضوح این تصویر بیشتر باشه، بیشتر به عمق ناخودآگاهت نفوذ میکنه. و چهارمین بخش این هستش که در واقع بتونی احساسی که اون لحظه از به دست آوردن اون هدف پیدا میکنی و توی تصویرسازی بچسبونی به اون تصویری که توی ذهنت هست. با تکرار و تمرین این 4 بخش از طریق تصویرسازی میتونی خیلی سریع به تمام اهداف خودت برسی.